دوستان، پارسا میکسیمز هستم. حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید. امروز اومدیم با آنباکس PS5. میرسیم به کیفش. اول که کیفش اینجوری باز میشه. اینجا چیزشو میکنیم، بعد کنسول اینجا اینجا سیمیمش قرار میگیره، سیم و کابل و اینا. اینجا که خود دستگاه قرار میگیره. این از کیفش که کیف رو ما میذاریم این ور. میریم سراغ خود PS5. خب جوابمون رو باز میکنیم. این خوب برای خود PS5 اینو وصل میکنی به برق. اینم میزنی به پشت PS5. کابل HDMIشه با اینم برای دست است که وصل میکنی به PS5. بعد اینم که پایه PS5 بمونه دیگه. اینم که دفترچه راهنمایی که زیاد بهش نیاز نداریم، اون دیگه می‌ذاریم دور. بعد میرسیم به اصل کار که خب اینم PS5 بمون که جدا میکنیم اینو ازش. اینم جدا میکنیم و در نهایت میرسیم به دستگاهمون که اینم از دستگاهمون. خدایی اسلیم خیلی خوبه، خیلی خوب کار کرده، اندازش استاندارده دیگه. خب بریم اینو روشن کنیم. اینجا هم جای دیسکشه، اینو میزنیم درایوش دیسکو میزنی داخلش، بعد میزنی میره. هنا یه ریز بام چشات دل ما رو بردی، هی لجبازی کردی آخرم پس نیاوردی. واکن دل رو با شاخ نبا چیرین قندی، چش تو چش شدم تا دیدمت دلم پسندید. من عاشقت شدم رفت